مقامات امور داخلی تاجیکستان یک زن 58 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی را دستگیر کردند که به قتل بیرحمانه نبیره 3 سالش متهم می شود. به قبل مقامات این زن نبیرش را زنده به زنده تگلو کرده به هلاکت رسانده است. بهروز جان اشورف هنوز 12 سپتامبر امسال غیب زده بود، اما والدانش او را در کانال و جویهای ناحیه یاوان جستجو می‌کردند، چون هاجر اشورف با آنها گفته بود که نبیرش در ناحیه یاوان غرق شده است. ولی تصادفاً بگاه روز 18 سپتامبر یکی از چوپانان که از محله سیرراهه جماعت افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی گذر می‌کرد جسد یک طفل را دید و در حال به پلیس خبر داد. دولتمند صمدوف معاون رئیس جماعت افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی در شرح این حادثه به رادیوی آزادی گفت: مردم جمع شدگی اوچی هم گذشتی هم هست همیشه آمدگی برو واردن تو بچه آمده برو واردن خیلی ما حکومت شتاب رفتیم که دیگه آمدگی خیلی خطر معین کردن وطاش گفت از بوسش همه خیلی در پناستان تیز دورد همه نخل کردن در خطر همی بودن. پدر بهروز جان در نهایت جسد پسرش را شناخت و مقامات بیبی بهروز جان یعنی هاجرای اشورف را بازداشت کردند. هاجرای اشورف فعلا بازداشت شده، به گفته مقامات در بازپرسی‌های اول به گناه خود اقرار شده است، اما فعلا معلوم نیست که او چرا دست به این عملی وحشیانه زده است. بعضی مقامات تخمین میزنند که او گرفتار بیماری روحی است، ولی این اطلاع حالا دقیق نشده است. هاجرای اشورف فعلا در بازداشت بوده، علیهش پرونده جنایتی باز شده است.